با اویی که تو لجبازی میکنی میفهمی او کی است؟ او همسرت هست، او وجود تو هست، او مادر فرزندان تو هست، او پدر فرزندان تو هست. بابا جان با او سر در یک بالین میمانی. هن لباس لکم و انتم لباس لهن. خو همین معنا را میته. تو باید برای او لباس باشی، نمایه اذیت و آزار، نمایه ضرر رساندن بر از او، نه ای که زمین و زمان سرش یکی بکنی، نه ای که دلش بکفانی. با هر که دشمنی میشه به نظر من با همسر نمیشه. میشه به نظرتان؟ اگر با همسایه دشمنی بکنی، اگر با یک دوستت دشمنی بکنی، اگر با این و آن دشمنی بکنی شاید آسان باشه. نمیفهمم با همسر چگونه دشمنی میشه. با اویی که از پیراهن به تو نزدیکتر است، با اویی که چیز در میان نمانده دیگه، با او میشه دشمنی. همسر، همدم، با اویی که پیوند بسته کردی، با او دشمنی نمیشه عزیز دلم. با او لجبازی نمیشه. با او فقط ترمیم میشه. ترمیم. مشکل است خانوم عزیزم، این مشکل در تو هست. بیا با هم بسازیم. من نمیگم تنها مشکل تو، من همین مشکل داریم. بیا با هم بسازیم. ای کاش که همونطور یک چیز باشه. بیا همدیگه را مکمل بکنیم. بیا این پیونده که با هم بستیم، پیوند یک روز دو روز نباشه. این پیوند تا جنت الله باشه. ما دست تو را گرفتیم، تو دست ما را گرفتی، نه به خاطری که پس رها بسازیم. ای را گرفتیم به خاطر الله، دستت محکم گرفتیم که تو در دنیا و آخرت خانوم ما باشی، در دنیا و آخرت ما شوهر تو باشم. پس به خاطر جنت رفتن نیاز است ما و تو همدیگر را بسازیم. خانم عزیزم، مشکل تو اینی هست که پیشانیت همیشه ترش است. بیا ای را بسازیم. چه قسم میسازیم؟ خیلی از جگرخون نشو. هر انسان مشکل داره. من کنارت هستم. چی زیبا می باشه نه؟ امیال در خیالات آدم میره. چقدر شیرین مزدار باشه که همسر در سر شانیت بزنه، من در کنارت هستم. تشویش نکن. مرا داری انشالله تحت الاسباب. تشویش نکن، با هم میسازیمش. یا از طرف همسر خانوم به شوهر خود گفته شود: همسر عزیز من، تو وجود ما هستی. ما این پیوند بسته نکردیم برای ازی که هر زمانی که خوش بودیم با تو باشم و هر زمانی که تو از تو بدی دیدم و سختی دیدم تو را رها بکنم. نه، من تو را رها نمیکنم. تو شوهر ما هستی. شوهر. من اسازم تو را کی بسازه؟ من تو را ترمیم نکنم، کی ترمیم بکنه؟ و یک در سر شانه شوهرت بزن: شوهر من در کنارت هستم، تشویش نکن. باور بکنین زندگی گل و گلزار است. اینی انگشت ما را که طرفش بالا میکنیم، تو اترستی، تو اینی بدبخت میسازه زندگی ها را. دیگه تو من نیست در زندگی مشترک، ما هست. ما من و تو من شدی، من تو شدم، تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگری. زن و شوهر باید یک روح در داخل دو جسم باشن. من تو ام تو منی. اگر لباس خواهی و می پوشانه، همسرت در لباس که میگم تو بگی خوبی هایش به دیگران نشان بده، بدی هایت مال ما. چهره دیگهش به دیگران نشان بده: ماشاءالله چقدر عالی
بهترین همسر بدی های مال ما جورش میکنیم انشالله. من کنار تو در کنار ما، به توفیق الله، به اذن الله، به فضل الله میسازیم زندگی را. چی گپ است همسر عزیزه؟ چی قیامت شده؟ در خانه‌ای که قرآن باشه در اونجا چی جنجال است؟ در خانه‌ای که اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم رهنمایش باشه در اون چی مشکل است؟ چی ریخته، چی پاشیده، چی میده شده؟ تو دشمن مستی من تو پدر مرا کشتی، من پدر تو را کشتیم. چی گپ است در این خانه؟ به سبب این قینق مشکلاتای جزئی میزنیم، خودم تباه میکنیم، فرزندانم تباه میکنیم، خانواده ها را هم تباه میکنیم. همدم امیر میگن عزیزای دل، که همیشه در کنار هم در سختی و نسختی هم همراه هم دیگه باشه.